سلام همگی، خوب و خوش و سلامتین. اسم من نینیه و تقریبا یک هفته است که یک کانال یوتیوب ایجاد کردم برای خودم و قصد دارم تو این کانال یوتیوب برای شما در مورد زندگی خودم، در مورد اینکه چرا تصمیم گرفتم یوتیوبر بشم و در مورد زندگی قبرس صحبت کنم. قبل از اینکه بخوام هر کاری را انجام بدم میخوام که از همگی تشکر کنم بابت اینکه وقت میگذارید ویدیو من رو تماشا میکنید، از دوستانی که توی این یک هفته ویدیوهایی که من گذاشتم رو نگاه کردن و حتی تعدادی هم سابسکرایب کردن، واقعا ممنونم. خیلی به من لطف کردن، خیلی زحمت کشیدن، بعضی از دوستان لایک کردن، نظرشون رو گذاشتن. میخوام بگم که همتون رو یکیتون رو خیلی دوست دارم و میخوام که تو ویدیوهایی که براتون میذارم در مورد یوتیوبر شدنم بیشتر باهاتون صحبت کنم. حقیقتشو بخواین به نظرم یه خورده این کار سختی هست ولی شدنیه، مخصوصا اینکه آدم تصمیم بگیره خودش مقابل دوربین بشینه. برای خود من حداقل که تا حالا تجربه روبروی دوربین بودن نداشتم، به خورده اولش شروعش سخته. اگر میبینید توپق میزنم، اگر میبینید اشتباه میکنم، این اشتباه رو به بزرگی و خوبی و معرفت خودتون به من ببخشین. در مورد اینکه حالا چرا یوتیوبر شدم میخواستم باهاتون صحبت کنم. من از بچگیم همیشه دوست داشتم که یک کاری رو انجام بدم که مختص خودم باشه، منحصراً مال خودم باشه. نمیخوام اسم برند روش بذارم، ولی میخوام بگم یه کاری باشه که خودم کرده باشمش، نه اینکه بخوام از دیگرون تقلید کنم یا مثلا نسخه دیگرون رو برای خودم کپی کرده باشم. میخوام خودم باشم و فکر کردم شاید با یوتیوبر شدن بتونم این کار رو انجام بدم. تصمیم دارم همزمان با آپلود کردن ویدیوهای مختلف توی پیجم میخوام که تجربه خودم از یوتیوبر شدن رو هم براتون به اشتراک بگذارم. من چند تا نکته رو همین اول کاری متوجه شدم که شاید خب خیلیاتونم بدونید، شاید بعضی هم ندونن. حالا ما میذاریم به حساب اینکه ممکنه چند نفری ندونن، برای اون چند نفر من میخوام اینو بگم. اول اینو بگم، من نمیدونم چطوری آدم میتونه یه یوتیوبر موفق باشه، ولی من تلاشمو میکنم چیزهایی رو که باعث میشه یوتیوبر موفق نشیم رو به شماها بگم. این تجربه خودم هستش. اولین چیزی که من تو یوتیوب یاد گرفتم اینه که باید یاد بگیریم نسخه خودمون باشیم، کپی رایت نکنیم از دیگران. کپی رایت نه، در واقع از دیگران کپی نکنیم. یعنی شاید من بتونم از دیگران الهام بگیرم، مثلا ویدیوهای مختلف رو نگاه بکنم ازشون الهام بگیرم، ولی نباید دقیقا همون کاری که اونا کردن رو من انجام بدم. من باید خلاق باشم، باید در واقع اصالت خودم رو نشون بدم، نه اینکه دقیقا همون کاری رو بکنم که بقیه کردن. یه موضوع دیگه ای رو هم که متوجه شدم و به نظرم کار اخلاقی نمی اومد این هستش که مثلا یه شخصی بیاد یه ویدیویی رو توی پیج معروفی نگاه بکنه، بعد بره پایین اون پیج نظر بده و خودش رو بخواد معرفی بکنه. اینو من توی اینستاگرام هم البته بارها دیده بودم. به نظرم خیلی کار زشت و چیپیه که من مثلا فرض کنید برم یه ویدیو ببینم، بعد به پایینش میزنم واو این چقدر عالی بود، چقدر قشنگ بود، منم چند تا از این ویدیوها ساختم، بیاین پیج من، به پیج منم سر بزنین. به نظرم یکی از زشت‌ترین کارهاییه که یه شخص میتونه انجام بده، که از موقعیت یکی دیگه استفاده کنه به نفع خودش. و یه چیز دیگه، یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه، شاید بگم اینجوری بگم مورد سومیه که بهش خودم رسیدم، اینه که تمرکزمون رو موقعی که داریم ویدیو میسازیم فقط روی ساخت ویدیو هامون بذاریم.
من خیلی شاید خودم مثلا نرم افزارهای مختلف برای ساخت ویدیوهای مختلف رو بلد نباشم، ولی دارم سعی میکنم یاد بگیرم، از دیگران سوال میکنم، به هر حال میرم توی اینترنت سرچ میکنم و سعی میکنم یه سری نرم افزارهایی رو پیدا بکنم که از طریق اونا بتونم ویدیوهامو بهتر کنم، ویدیوهای بهتری بسازم و محتوایی که توی ویدیوهام میذارم بالاخره برای چند نفر کاربردی باشه. و اینکه خودمون رو با دیگران نباید مقایسه بکنیم. مقایسه کردن دیگرم حالا خوشبختانه هنوز برای من پیش نیومده، چون هنوز تعداد تماشاچیای ویدیوی من خیلی زیاد نیستش، ویویی که زیاد خورده شاید یکی دو تا از ویدیوهایی که گذاشتم ویوش خوب بوده، بقیهشون در حد مثلا 200-300 تا، حتی 4-5 تا اینطوری بوده. ولی اگر یه شخصی اومد نظر داد، ما حتما باید از نظر اون تشکر بکنیم. حالا اگر نظر مثبت داد که تشکر میکنیم ازش، به خاطر اینکه وقت گذاشته، ویدیوهای ما رو نگاه کرده، نظر داده، این خیلی مهمه. و حالا اگرم نظری مخالف اون چیزی داد که تو ذهن ما هستش، خب اونم به هر حال نظر خودش رو گفته، این هم محترمه. ما نباید خودمون رو درگیر کنیم با نظراتی که موافق نظر خودمون نیست. این به نظر من یه کار اشتباهه که بخوایم با همه بحث کنیم که چرا یه همچین نظری دارید. هر کسی نظر خودش رو داره. و یه مورد دیگه هم که باز بد نیست بهتون بگم، تو همین چند روز باز این رو من متوجه شدم خودم، اینه که هی حساب تعداد ویوهامو نشمرم، هی فکر نکنم وای این چرا ویو نخورد، وای چرا اون ویو نخورد، چرا 4 تا ویو خورد، چرا 20 تا ویو خورد، یا یه دفعه ممکنه مثلا 2000 تا ویو بخوره یه ویدیومون. اصلا اینا به نظر من خیلی اول کار مهم نیست. ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی ساخت ویدیوهامون، روی محتوایی که میذاریم تا وقت دیگران رو نگیریم. امیدوارم که این تجربیات چند روزه من برای شما مفید بوده باشه و اینکه باز هم ازتون تشکر. روز خوبی داشته باشین.